سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بعد اوکراین نوبت قزاقستان، بازداشت 3 روز زبان جدایی طلب در پترپاولوسک، تغییرات کادری در ژکخ و 22 تغییرات کادری در روبری وزارت کارهای داخله. چرا ماه رمضان امسال 29 روز شد؟ شرح ریاست فتوا. باز یک زمین لرزه در شرق کوهستان بدخشان. مردی که در قضا عاشق زنش را تجاوز کرد از ازبکستان بوده است. هلاکت کودک 9 ساله در زیر چنخو در کنار شهر خوروغ. و اکنون تفصیلات خبرها. در شهر پترپاول یا پترپاولوسک، مرکز مأموری ولایت قزاقستان شمالی، 3 عضو گروه جدایی طلب شورای مردمی بازداشت شدند. گفته می شود این 3 جدایی خو مثل دیگر اعضای این گروه استقلالیت قزاقستان را انکار نموده جمهوری قزاقستان را یک دولت خودخوانده می نامند. اخیراً این به نام شورای مردمی در سال 19 مارس سال 2023 در یک نشست با اعلان استقلالیت پترپاولوسک از قزاقستان اظهار داشتند که حکومت قزاقستان را قبول ندارند چون قزاقستان یک دولت خسکی است. همچنین آنها در این نشست رئیس، اعلامیه و دیگر رمزهای دولت خودخوانده خود را تصدیق نمودند. ما ساکنان شهر پترپاولوسک از ولایت قزاقستان شمالی مردم آزادمنش و آزادخواه هستیم. به ساختارهای حکومت فضازده قزاقستان اعتماد نداریم. از این رو ما مردم قزاقستان شمالی مختاریت، استقلالیت و صاحب اختیاری خود را اعلان میکنیم. این سخنرانی اعضای این گروه است که ویدیوش در اینترنت نشر شد. پس از نشر این ویدیو 30 مارس سال 2023 مقامات قزاقستان در رابطه با این بیانیه جدایی طلبانه پرونده جنایی باز کردند. به دنبال اعضای این گروه جدایی خو در یک ویدیوی دیگر ادعا کردند که گویا جامعه آنها را نادرست فهمیده است و قاسم جمال توقیف پرزیدنت قزاقستان باید فضای مجازی کشور را زیر اداره خود گیرد. به گفته این جدایی طلبان کاربران شبکه‌های اجتماعی به آنها تهدید کردند. این اختلاف اندازی ها در داخل جامعه قزاقستان را برخی کارشناسان به تلاش های دیگرباره به هم زدن ثبات و آرامی در این کشور و یک نوع آزمایش سناریوی ساختن به نام جمهوری مردمی در منطقه هایی که اهالی روزبانش نسبت به قزاق‌ها بیشتر است ربط میدن. برخی از ناظران امور در این همه دست نهادهای جاسوسی روسیه را میبینند و میگویند چنین به نظر میرسد که روسیه میخواهد در قزاقستان نیز مثل شرق اوکراین تخم اختلاف کاشته از همان روش جدایی اندازی استفاده برند. الکی بارها در شبکه‌های تلویزیونی روسیه ضمن بررسی مسئله اوکراین میمانان و کارشناسان رو به مسکو روی راست استقلالیت قزاقستان را انکار کرده منطقه های هممرز قزاقستان با روسیه را خاک روسیه مینامند. ناظران امور در این اواخر درباره احتمال دیر یا زود در قزاقستان تکرار شدن سناریوی اوکراین زیاد صحبت میکنند. در قزاقستان پس از حمله مسلحانه روسیه به اوکراین از روسیه احساس ترس دارند، زیرا در قزاقستان به خصوص در ولایت‌های شمالش که با روسیه هممرزند اهالی روزبان زیاد است و باور می‌رود که پوتین هر لحظه میتواند با بهانه حمایت از روزبان‌ها نسبت به قزاقستان رفتار مانند به اعمالش نسبت به اوکراین را تکرار کند. روس‌ها در عموم نزدیک 20% اهالی قزاقستان را تشکیل میدن، ولی در ترکیب اهالی ولایت‌های شمال قزاقستان فیصد اهالی روزبان خیلی بیشتر و حتی در بسیاری از شهر و منطقه‌های شمالی روس‌ها از قزاق‌ها زیادتر هم هستند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 7 اپریل سال 2023 در قصر ملت با کادرهایی که به وظیفه‌های رهبری در ساختارهای وزارت کارهای داخلی و کارخانه واحده دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین گردیدند ملاقات کرده به آنها گفته است کادرهای جوان وابسته به تهدید و خطر و جنایت‌های زمان معاصر باید پیوسته آموزند و با استفاده از تکنولوژی معاصر سطح دانش‌های تخصصی خود را باز هم بلند بردارند. پاک وجدانانه، صادقانه و با مسئولیت بلند منفعت‌های ملت و دولت را از همه منفعت‌های دیگر بالا گذاشته با دست و دل پاک به نفع دولت و ملت خدمت نمایید، تاکید کرده است امامعلی رحمان به این کادرهای نفتعیین. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت به مقام‌های رهبری ژکخ کادرهای جوان و
کار آزموده و به مقام‌های رهبری در وزارت کارهای داخله کادرهای صاحب تجربه و تخصصمند تعیین شدند. از جمله با قرارهای حکومت غفارزاده جورخان محمد و جبارزاده خورشید بوری با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم و معاون مدیر کل کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی آزاد کرده شده. دوستزاده عبدالعزیز معاون یکم و رسولزاده رجب علی معاون مدیر کل این کارخانه دولتی تعیین کرده شدند. همچنین مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در موافقه با پرزیدنت سرداران شعبه های میلیسیا در 22 شهر و ناحیه های جمهوری عوض کرده شدند. ریاست فتوای شورای علمای مرکزی اسلامی یا سابق مفتیات تاجیکستان در یک مطلب مفصل که مجله دین و جامعه نشریه رسمی کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم های تاجیکستان روز 18 اپریل سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرد. با آوردن چندین دلیل و روایت سبب‌های 29 روز آمدن ماه رمضان امساله را شرح داد. روز 18 اپریل شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان قرار کرد که عید فطر در تاجیکستان مثل اکثر کشورهای دیگر مسلمانشین روز جمعه 21 اپریل تجلیل می شود. در تقویم اول شورای علما 22 اپریل همچون روز عید نشان داده شده بود. در شرح ریاست فتوا از جمله با استناد به رسائل ابن عابدین گفته می شود که قول معتمد و راجع در مذهب حنفی این است که تفاوت مطلب ها اعتبار ندارد. پس وقتی که رویت ماه در کشور ثابت گردد به همه مسلمانان عمل به آن واجب می گردد. از این رو طبق ظاهر مذهب با دیدن ساکنان مغرب زمین روزه گرفتند. به ساکنان مشرق زمین لازم می گردد ماه قمری می افزاید ریاست فتوا 29 روز یا 30 روز می شود، زیرا در حدیث آمده است که ما امت عمومی هستیم، نوشتن و حساب کردن را نمیدونیم. ماه گاه این قدر و گاه این قدر می شود، یعنی گاه 29 روز و گاه 30 روز می شود. روایت بخاری و مسلم از عبدالله ابن مسعود روایت است که فرمودند چند سالی که همراه پیغمبر روزه داشتیم، روزه 29 روزه امان از روزه 30 روزه امان بیشتر بود. روایت ابو داوود. ریاست فتوا همچنین از کتاب موسوعه فقهی چنین نقل قول کرده است: وقتی که رویت ما از نظر نهاد معتمد ثابت گردد، آگاه کردن مردم برای شروع نمودن روزه رمضان یا روزه عید و برگزار کردن نماز عید فطر یا نماز عید قربان و ذبح قربانی واجب می شود. از عبدالرحمن ابن ابوبکر از پدرش روایت شده است که پیغمبر فرمودند 2 ماه عید یعنی ماه رمضان و ماه ذوالحجه کم نمی شوند. خطابی می گوید علما در تعویل این حدیث نظرهای مختلف بیان کردند. بعضی گفتند که اگرچه این 2 ماه از روی صبح کم شوند، از روی حکم کم نمی شوند. بعضی گفتند معنای حدیث این است که این 2 ماه در ارج و ثواب کم نمی شوند و اگر رمضان 29 روز هم شود در ارج و پاداش کامل است. طحاوی می گوید من واقعا مشاهده کردم که ماه رمضان و همچنین ماه ذوالحجه 29 روز شده است. اسحاق و بخاری می گویند در حقیقت 2 ماه عید در ارج و پاداش کم نمی شوند، اگرچه یکی یا هر دو 29 روز هم شوند. از ابوبکر روایت شد که رسول خدا فرمودند 2 ماه عید یعنی ماه رمضان و ماه ذوالحجه کم نمی شوند، یعنی غالبا از 30 روز کم نمی شوند، یا اینکه از روی ثواب کم نمی شوند اگرچه از روی شمار کم شوند، و یا اینکه در یک سال یک جای کم نمی شوند. مراد این نیست که این 2 ماه حسن کم نمی شوند، زیرا در حدیث صحیح از گروهی از صحابگان روایت شده است که گفتند آنچه با پیغمبر 29 روز روزه داشتیم بیشتر از آن است که با او 30 روز روزه داشتیم. از همین سبب است که برخی حافظان حدیث فرمودند رسول خدا 9 رمضان روزه داشته بودند و از این مقدار فقط 2 رمضان را 30 روز روزه گرفتند، چنانچه در شرح ابن حجر ذکر شده است. ریاست فتوا گفت طبق قرار شورای علما امسال ماه شریف رمضان در قلمرو کشور 29 روز را در بر میگیرد که به فعل رسول اکرم و صحابگان گرامی او موافق می باشد، زیرا آن حضرت در عمر عزیز خود ماه رمضان را بیشتر 29 روز روزه داشتند. ریاست فتوا گفت اگرچه امسال ماه رمضان 29 روز هم باشد هیچ جای نگرانی ندارد،
و همگان باید بدونند که اجر و ثواب اون کامل است و از عبادت روزه‌داران چیزی کم نخواهد شد وقتی که خود اون حضرت 29 روز روزه داشته باشند. پس 29 روز شدن ماه مبارک موافق به سنت رسول اکرم است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. هفته گذشته رسانه‌های روسیه با استناد به گزارش تلگرام کانال ماش ابتیش خبر دادند که یک شهروند تاجیکستان با نام مادامین بیانوف از خیانت زنش در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه خبر یافته و آنجا آمده است و همراه رفیقانش مرد عاشق زنش را بوده به یک خانه برده است و به یک شکل پرخشونت او را تجاوز کرده است. در خبر گفته می شود که بیانوف آن مرد را حتی با شواب را تجاوز کرده است و این همه را ویدیو گرفته در آخر از جبر دیده در عوض در یگان جا نشر نکردن این ویدیوی ثبت کردهشان $10,000 طلب کرده است. اما آن مرد تجاوز شده به پلیس مراجعت کرده است و بیانوف را دستگیر کردند. یک منبع آگاه از جریان این قضیه روز 19 اپریل سال 2023 در صحبت با پایگاه خبری بامداد نقل کرد که این ماجرا در بین تاجیکان مقیم تاتارستان سر و صدای زیاد پیدا کرد و آنها از پی تحقیق آن شدند. معلوم شد که در حقیقت چنین حادثه رخ داده است ولی آن مرد بدرش نه شهروند تاجیکستان بلکه شهروند ازبکستان بوده است. از تاجیک‌های ازبکستان حالا این مرد در بازداشت قرار دارد و به او حکم طولانی تهدید میکند، گفته است منصوبت بامداد. کانال ماش ابتیش خبر داده بود که به ضد این مرد بر اساس 3 بند کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمربایی، تجاوز و زورآوری شبانه پرونده جنایتی گشودند. به مادامین بیانوف برای تمجید با استفاده زورآوری بر اساس قسم 3 ماده 163 کودکس جنایتی روسیه همچون جزا 7 تا 15 سال زندان تهدید میکند. او را برای آدمربایی بر اساس قسم 2 ماده 126 میتوانند به مهلت 7 تا 12 سال و برای زورآوری جنسی بر اساس قسم 2 ماده 132 به مهلت 8 تا 10 سال محکوم به زندان کنند. خود مادامین بیانوف یا نزدیکانش و همین طور جبر دیده برای شرح ماجرا دسترس نیست. شخصیت جبر دیده ظاهراً مرکز جمهوری زلزله‌نگاری وزارت حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان خبر داد که روز 19 اپریل سال 2023 ساعت 13:57 به وقت دوشنبه در قلمرو تاجیکستان باز یک زمین لرزه رخ داده است. بنا به این منبع مرکز زمین لرزه در حدود نویه مرغوب در شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد کول سریز و مرز تاجیکستان و چین جایگیر شده زمین در عمق 80 کیلومتر با شدت 3.8 بال طبق جدول ریختر لرزیده است. مرکزهای بین‌المللی زلزله‌نگاری و مرکز زلزله‌نگاری اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان هنوز درباره این زمین لرزه خبری ندادند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان نیز تاکنون درباره کدام خسارات یا تلفات بر اثر این آفت طبیعی گزارش نداده است. یادآور می‌شویم امکی 2 روز قبل صبح بر وقت 7 اپریل در مرغوب یک زمین لرزه اقتدارش 4.1 بال رخ داده بود. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 18 اپریل سال 2023 خبر داد که کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در حدود نویه روشان یک ماشین تمغه خوانده رقم قید دولتیش 7211 SR01 را برای سنجش منع کردند. ضمن سنجش معین گردیده است که ماشین را نابالغ 15 ساله خواننده صنف نوع یکی از مکتب‌های نویه که حقوق اداره واسطه نقلیات را ندارد به طور غیر قانونی اداره می نموده است. طور معین گردید ماشین مذکور به امک نابالغ نوبهارف عبدالنظر سال تولدش 1964 استقامت کننده نویه روشان دهه جنگلک تعلق داشته نام برده دیده دانسته که نابالغ شهادتنامه رانندگی ندارد ماشین را برای اداره نمودن به جان نابالغش واگذار نموده است. گفته می شود در اطلاعیه ملیته ولایت مختار کوهستان بدخشان در نتیجه نسبت به راننده نابالغ
طبق طلبات ماده 336 قسم 1 و نسبت به صاحب واسطه نقلیات شهروند نوبهوروف عبدالنظر بر اساس ماده 336 قسم 2 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده ماموری ترتیب داده برای بررسی به دادگاه ارسال کرده شد. رئیست وزارت کارهای داخلی بدخشان گفت اداره نمودن ماشین از جانب نابالغان پیامد ناخوب داشته پیش از همه به جان خود و دیگر اشتراکچیان حرکت را خطر جدی تهدید میکند. میلیسیا از جمله یادآور شده است که چند بیش یک نابالغ 16 ساله ساکن دهه مونی جماعت نواباد نوی شغنان که ماشین پدرش تمغه تویوتا کرولا را غیر قانونی اداره می نمود ضمن حرکت از عهده اداره ماشین نبرآمده به نشیبی 91 متر سرازیر گردید. در نتیجه یک مسافر این ماشین نورس 17 ساله به هلاکت رسیده 5 نابالغ دیگر جراحات گوناگون در نمود شکستن میان و دیگر اعضای بدن برداشتند. با نظر داشتین رئیست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان از کل رانندگان و صاحبان واسطه‌های نقلیات خواسته است که ماشین‌های خود را برای اداره نمودن به اختیار نابالغان واگذار ننمایند، زیرا این عمل عاقبت فاجعه بار داشته حیات شیرین خویش را زیر خطر می‌گذارند. 18 اپریل سال 2023 تخمیناً ساعت 18:30 راننده افت-ماشین تمغه چنخو لطفی شایف عبدالرحمن سال تولدش 1969 ساکن نویه شغنان هنگام حرکت از سمت شهر خوروغ به سمت نویه شغنان در حدود محله تم از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران نابالغ دولت نظروف فریدون سال تولدش 2014 ساکن شهر خوروغ را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ دولت نظروف فریدون جراحات وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. اوید با حادثه مذکور سنجش ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه سینا با عریضه مرد 68 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که ماه یولی سال 2022 مرد 53 ساله ساکن پایتخت با رای فریب به باوریش در آمده از او یک عدد اسباب برقی یا ترانسفورماتور را به مبلغ $25,000 امریکایی نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 38 ساله ساکن شهر ایسار همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده با روی فریب و باوری زن 55 ساله ساکن نویه رودکی در آمده از او $3,600 امریکایی گرفته از زمین‌های خواجگی یاری رسان جماعت شهر شراره 6 ساتق زمین را جدا کرده داده است که زمین جدا کرده او به زمین‌های تامینات کشاورزی کورم منسوب بوده است و مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش استفاده برده است. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.